سلام رفیقای گلم، خیلی چاکرم بچه‌ها. اول از همه بگم ببخشید اگه منو با این قیافه می‌بینید. من یه ذره دیروز تصادف خیلی بدی داشتم، حقیقت یه ذره دستمستام نگاه کنید بچه‌ها ترکیده. کلا ترکیده بچه‌ها. موتور خواهش می‌کنم سوار نشین، خودم هم دیگه میبوسم میذارم کنار. یعنی چشم دیگه. یعنی موتورم بوسیدم گذاشتم کنار. دم تک تکتون میگم بچه‌ها 1500 تا سابسکرایب شدیم و داریم خیلی سریع میریم برای 2000 تا سابسکرایب. همونجوری که می‌دونید دارم. من به خودم قول داده بودم که دیلی باشم، هر روز ویدیو بذارم، ولی خب امروز مجبور بودم با این تیپ و قیافه باشم بیام ویدیو بگیرم. سر اینکه خب ویدیوی قبل اومده نداشتم، یعنی هرچی که داشتم تو این چند روز گذاشتم. یه ذره درگیریم زیاد بود این چند روز و گفتم مشکل نداره، والا با همین قیافه مگه چیشه. میام جلو دوربین صحبتامو میکنم و دم تک تکتون گرم بابت تک تک سابسکرایب‌ها، لایکتون، کامنتاتون که میذارید، نظرایی که میدید، معرفتی که برای من به خرج میدید. اینا همش برای من قابل احترامه، خیلی قابل احترامه و واقعا ارزشمنده. دم تک تکتون میگم گرم، دست تک تکتون رو میبوسم بابت این معرفتی که به خرج میدید و امیدوارم بتونم جبرانش کنم. همونجوری که میدونید بهتون قول داده بودم تا 2000 تا سابسکرایب تک تک پستامون جایزه دار باشه و بعد از 2000 سابسکرایب هم بازم پستامون جایزه داره و جایزه‌ش هم همون هفتگیه، کم و زیاد نمیشه. و یه بار کلا بویا پس دادم که اونم به جای یه دونه 3 تا بویا پس گیفت کردم. نوش جونتون دیگه. بعد از 2000 تا سابسکرایب ما قراره دونه دونه با بچه‌ها همکاری شروع کنیم. یعنی یه سری از افراد هستن که قراره باشون همکاری انجام بدیم. صحبتش عقب شده، همه برنامه‌اش چیده شده و همچنان فقط منتظریم به 2000 سابسکرایب برسیم و از اون به بعدش قراره دیگه خیلی جذاب و جالب‌تر بشه واسه بحث اصلی راجع به این چند تا ویدیویی که قراره این چند روز بذاریم. بچه‌ها من 3-4 روز دیگه یعنی 5 آبان تولدمه و قراره لایو سینما حالا از شنبه یا یک شنبه شب شروع کنم. حالا اونو توی استوریام یا حتی پستی که بخوام بذارم براتون توضیح میدم. قرار شده از این بعد بیشتر جایزه‌هامون رو روی لایو سینما بدیم، یعنی لایو سینما هر شب یا یک شب در نو یا شاید هم پنجشنبه جمعه باشه که روی کامنت‌ها یا هر کسی که حال کردیم یه دقیقه تیم کد میدیم، میان توی اسکواد و براشون بویا پاس گیفت می‌کنیم یا هر چیزی که اون جایزه اون روز باشه. و اسپانسر جمی هم که گرفتم بچه‌ها این چند روز آینده بهتون توضیح میدم. من یه پستی گذاشتم راجع به جیم شاپ و این چیزا، بیشتر برای این مد نظرم بود ببینم بچه‌ها کیا رو میگن خوبه کیا خوب نیست، که اونایی که اگه مثلا جیم بچه‌ها رو نزدن جیمشون رو خوردن من به عنوان اسپانسر قبول نکنم. اینجور آدما کلا میگم باید غیب بشن و یه سری کارا هم با اون بنده خدا دارن. خب ولی خب در کل دارم میگم لایو استریم تولدمو اصلا از دست ندید، چون قراره به خیلی‌ها جایزه بدم. قراره اصلا توش قوقا کنیم، قراره غیر بدیم، برقصیم، اشغال کنیم، آب بخالا، کلی کار قراره بکنیم و دوست دارم که شب تولدم همتون کنارم باشید، با تک تکتون بگم بخندم مثل همیشه. اصلا به این که فکر کنید من الان تصادف کردم حال روی خوب نیست، به این فکر نکنید، چون من 500,000 بارم زمین میخورم باز پا میشم میخندم. این آدما هم که اصلا غم به دلم راه نمیدم، اصلا برام اهمیت نداره چه اتفاقی تو زندگی آدم میفته. اینا همش بالا پایین‌های زندگی. خیلی دوستتون دارم، سرتون بیشتر از این درد نمیارم. پس برنامه یک شنبه رو حتما یادتون باشه، لایو استریم تولد حتما یادتون باشه، سابسکرایب، لایک، کامنت، اینا رو همه رو دیگه خودتون میدونید. خیلی دوستتون دارم، خدا نگهدار. چاکریم.